بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خداوند رحمان است که قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید و سخن گفتن را به او آموخت. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. آفتاب و ماه به حسابند و ستاره و درخت به او سجده می کنند. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. و آسمان را برافراشت و ترازوی عدالت را برقرار کرد تا در ترازو حق تلفی نکنید. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. به انصاف وزن کنید و در وزن کمی نورزید. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. و خداوند زمین را برای مخلوقات خود نهاد، در آن میوه های گوناگون و درخت خرمای شگوفه‌دار است. در آن خوشه های است که دانه آن کاه دارد، یعنی دانه به وسط قرار گرفته و دورا دور آن را کاه پوشانیده، و نیز بوته های ریحان وجود دارد که نهایت خوشبو است. پس ای گروه جن و انس، کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان را از گل خشکیده همچون سفال آفرید و جن را از شعله از آتش آفرید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟